درود و عرض ادب خدمت دوستان. ما توجه به بحث مرکزیابی که صحبت رو کرده بودیم، ببینید ما چند نوع مرکزیابی داریم. یک نوع مرکزیابی مخصوص سنتر بود، سنتر قطع کار. یک نوع مرکزیابی تو محور وای، یک نوع مرکزیابی تو محور ایکس، یه نوع مرکزیابی هم در محور ایکس و وای که این قسمت یعنی تو این گوشه میشه. خب برای مرکزیابی سنتر قطع کار باید چیکار کنیم؟ در محور x هر دو طرف مماست، جمع تقسیم بر دو میایم وسط. تو y هم همینطور، این طرف مماست اون طرف هم مماست، تقسیم بر دو میایم وسط. بعد تو قسمت ورک آفست یادداشت میکنیم، قسمت آفست کاریمون میشه مرکزیابی ما قسمت وسط. اما اگر تو محور y باشه چی؟ میایم تو قسمت x مماس میکنیم و این طرف هم مماس میکنیم، تقسیم بر دو میایم وسط x مون و تو قسمت y. مثلا ابزار 12 باشه یا ابزار 14 باشه، ما این قسمت مماس میکنیم میایم بالا. صفر نصف قطر ابزار، اگه 12 بود 6، اگه 14 بود 7، اگه 4 بود 2. میریم جلو و اونجا رو صفر میدیم. در این صورت مرکزیابی میفته تو محور وای. ولی اگه تو این گوشه باشه چی؟ برای این گوشه میایم این طرف مماس میکنیم میایم بالا، نصف قطر ابزار میریم داخل صفر. تو قسمت x هم به همین صورت مماس میکنیم میایم بالا، نصف قطر ابزار میریم داخل صفر. و تو ورک آفستمون یادداشت میکنیم که مرکزیابیمون میفته در این قسمت. حالا ما یه قالبی رو مثلا مثل این تراشیدیم، دوباره میخوایم ببندیمش. از این قسمت که خط ساعت گذاشتیم براش ساعت میکنیم، مرکزیابی رو میخوام تو این قسمت راهنما که جای دقیق ماست اینجا باشه. میاییم از داخل همین راهنما ما x و y مون رو میگیریم و میاییم وسط سنتر همین راهنما و داخل ورک آفستمون یادداشت می‌کنیم و تمام اندازه ها بر مبنای این راهنمایی که دقیقی که ما زدیم ماشین کاری میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. و یک راه دیگه اینه که ما موقع مرکزیابی ببینید اینجا یک سری از خط ساعت گذاشتم، اینجا رو که من مماس کردم خط ساعت گذاشتم صفر میام بالا، این طرف هم به همین صورت خط ساعت میام بالا میام وسط. و تو قسمت اینجا هم به همین صورت اگر ببینید قسمت x مون به همین صورت به همین مقدار مماس میکنم میام بالا صفر. و تو همین قسمت هم به همچین حالتی مماس میکنم میام بالا میام وسط. و اگر من این قالب رو 10 بار دیگه باز و بسته کنم از همین جایی که خط ساعتمو که هم مرکزیابی منه و هم خط ساعت منه از همینجا مرکزیابی کنم، دوباره همون عدد همون حفره سر جاش میفته و خطایی نمیده. و شاید در حد 100 یا 5000 خطا داشته باشم، اون هم شاید. بهترین راه همینه که موقعی که خط ساعت میندازین همونجا رو صفر بدین، تو اون سمت دیگر هم به همین صورت، تو قسم محور x هم هر دو سمت هم به همین صورت که نشون دادم. در این صورت در هیچ وجه و در هیچ مواقع شما در مرکزیابیتون اشتباه نخواهید کرد.